سرخط خبرها. کنسولگری گفت در جمع‌آوری مبلغ کمک میکنیم. واردات ارد روسیه بیشتر می شود و بازداشت مدیر یک تلویزیون مستقل در تاجیکستان. روز بخیر بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید و نوید بامدادی رو تماشا دارید. امروز 28 اکتبر است. اتحاد صادرکنندگان غله روسیه خبر می‌دهد که این کشور می‌تواند صادرات غله را در بازارهای کشورهای آسیای مرکزی و حوزه خزر بیشتر کند. با گفته ادوارد زرنین، رئیس ریاست اتحادیه صادرکنندگان غله، کشورهای آسیای مرکزی بازارهای استراتژی انتقال غله و ارد روسیه میباشند. او این نکته را در افتتاح فروم غله کاسپی و آسیای مرکزی در تاشکند بیان داشته است. سازمان دهندگان همایش تاکید کردند که میزان تولد در تاجیکستان و ازبکستان بیشتر شده است و ضرورت با واردات غله‌دانه و زراعت‌های روغندار را افزایش خواهد داد. کارشناسان حدس می‌زنند که تاجیکستان واردات گندم را از 1.1 میلیون تن سال گذشته تا سال 2024 به 1.4 میلیون تن می‌رسانند. قبلا خدمات گمرک خبر داده بود که در 5 ماه اول امسال واردات ارد به تاجیکستان 12.5% کاهش یافته است و این سبب افزایش نرخ گردید. کارخانه‌های کارکرد ارد در تاجیکستان اساساً از گندم وارداتی قزاقستان استفاده می‌کنند. طبق اطلاع رسمی سالانه به تاجیکستان نزدیک به 1 میلیون تن گندم وارد می‌شود که بیش از 99% آن به قزاقستان راست می‌آید. چون این پایبندی یکی از سبب‌های بالا رفتن نرخ ارد و غله نامیده می‌شود. کنسولگری تاجیکستان در یکاترینبورگ گفته است برای عائله مهاجر آسیب دیده تاجیک آماده‌اند مبلغ جمع‌آوری کنند. در یک سوختار در ناحیه بیلایارسک یکاترینبورگ 3 فرزند نوروز امینبکов شهروند تاجیکستان جراحت برداشته دختر خردیش بیش از 1 ماه باز در شعبه احیا بستری است. پزشکان گفتند دود زیاد برای نفس و شوشش سخت آسیب رسانده است و حالا این دخترچه 10 ساله برای زنده ماندن تلاش دارد. یعقوب جان عمرов معاون رئیس شورای جمعیتی نزد کنسولگری تاجیکستان و آزیا پلوس خبر داده است که تبابت دخترچه از حساب بودجه یکاترینبورگ پرداخت می شود و فعلا 3 مسجد بزرگ یکاترینبورگ و گرد و اطراف ناحیه برای جمع‌آوری مبلغ برای این خانواده اعلان دادند. همچنین به گفته او آنها مسئله بازگرداندن حق کارشان را نیز بررسی کردند. قبلا نوروز امینبکов نسبت کارفرمایش به دادستانی شکایت برده بود. به گفته امینبکov کارفرما برایشان مدد نمی کند و پول کارش را هم پوره نداده است. اما یعقوب جان عمرов به آزیا پلوس گفته است که آنها با کارفرما صحبت کردند و او دعوا کرده است که یگان مبلغ قرضدار نیست و همه حق کارش را پرداخت کرده است. حالا مهاجر تاجیک زن و فرزندانش را با مدد خیرخواهان به تاجیکستان فرستاده و خودش بی سند و با حجت بازگشت به وطن در روسیه مانده است. وزارت فرهنگ و اطلاعات قرقیزستان سامانه بخش قرقیزی رادیو آزادی را برای 2 ماه بست. مقامات 26 اکتبر سبب را یک برنامه ویدیویی در رابطه با وضع در سرحد با تاجیکستان نامیدند که با باوری آنها درباره حمله احتمالی جانب قرقیزستان به تاجیکستان معلوماتی تصدیق نشده دارد. 2 کشور یکدیگر را به تجاوز نظامی گناهکار می‌کنند. رهبریت رادیو آزادی گفت گزارش به معیار پاسخگوست. همکاران ما از کارشناسان و روزنامه‌نگاران تاجیک پرسیدند که این کار تا کجا درست است و این پیام چی معنا دارد. بهانه رسمی این بود که خبری غیر واقعی درباره حادثه های مرز تاجیکستان و قرقیزستان خبری غیر واقعی نشر کرده است. این بهانه رسمی بود، اما سبب های واقعی چیز دیگر بودند. به ترتیبی خاوس و ناعهده‌برایی سیاسی که در جامعه قرقیزستان جریان دارد، رهبریت قرقیزستان خواستند با مسدود کردن رسانه ها، با تهدید حبس خبرنگاران و در مجموع ترس دادن قشر فعال جامعه قرقیزستان صد راه هرج و مرج قرقیزستان شوند و
قدرت خود را مستحکم سازند، حکومت خود را پایدار گردانند. به نظر من نه تنها در رسانه‌های بین المللی اما در همه رسانه‌ها خبرنگار باید بی‌طرف باشد. خبرنگار میتواند که مثلا بیرون از کارش یک طرف داشته باشد، مثلا طرفدار این و یا آن حزب یا هر چیزی باشد، اما وقتی در کار است و در روبروی دوربین است و خبر میسازد او فقط باید اطلاع رسانی بی‌طرف بکند. چون ما حق نداریم خبرنگاران که بیایم مثلا طرف این را بگیریم یا طرف آن را بگیریم یا خوب و بد را مثلا از هم تشخیص بدیم، چون ما قاضی نیستیم. خبرنگار باید بفهمد که رسالتش اطلاع رسانی بی‌طرف و خبر درست دادن به مخاطبشان هست. و از همین خاطر من فکر میکنم که کاری که مثلا خبرنگاران رادیوی آزاتک در قرقیزستان کردند این بسیار کار درست بود، چون پایبند با همون اصولهای بین المللی خبرنگاری هستند. ببینید اینجا دو مسئله است. مسئله اول سر این است که بار دیگر اثبات شد که مفهوم این که بعضی رسانه‌ها از جمله بعضی بخش‌های رادیو آزادی قرقیزستان را همچون جزیره دموکراتی معرفی میکنن، بار دیگر اثبات شد که این مفهوم یک بافته است، پوچ است و هیچ به واقعیت نزدیکی ندارد. مسئله دوم، درست است که هم وقتی مناقشه بین کشورها می شود هر یک شهروند همون کشور کوشش میکنه که منفعت‌های کشور خود را حمایت کند، ولی در این حالت باید معیارهای بین المللی و استانداردهای بین المللی ژورنالیستیکی طلب میکند پیش از همه بالانس باید رعایت کرده شود. این چیز باید در جای اول ایستاده شود. رسانه‌های تاجیکستان به حد امکان کوشش کردند که همه بستابی که در رابطه با مناقشه های مرزی بود کوشش کردند که نظر هر دو جانب را دیدند، ولی نظارت و یک مشاهده کوتاه بر رسانه‌های قرقیزستان نشان داد که آنها به هیچ وجه در یگان خبر کوتاهشان حتی درباره موقع تاجیکستان هیچ نظر ندارند. مدیر یک تلویزیون مستقل را در شهر پنجکент به گمان افباشی دستگیر کردند، ولی خودش گفته است که گناه ندارد. به قول وکیل مدافع قضیه به زنازنی ماه سپتامبر امسال وابسته است. در آن حادثه یک عضو پیشینی اوانگارد و حالا کارمند اداره جوانان آسیب دیده است. در دادستانی شهر پنجکент گفتند نسبت به مدیر تلویزیون مستقل آریون نور سینون نیازوف به اتهام افباشی پرونده گشودند و تحقیق ادامه دارد. منبع روز 27 اکتبر گفتند پرونده بر اساس شکایت بهزاد محمدی عضو پیشین گروه اوانگارد و حالا کارمند اداره جوانان پنجکент باز شد. بحث بر سر زنازنی در نزد طرفخانه مهر پنجکent است. بهزاد محمدی ادعا کرده است که آن روز سینون نیازوف و 3 همراهش او را زدند. نرگس عزیزقل و وکیل مدافع سینون نیازوف مدیر تلویزیون مستقل آریون نور میگوید زیر حمایه‌اش اتهام را رد کرده است به استثنای یک مورد که او را طلا داده است. نظر بهزاد محمدی فعلا دسترس نیست. بهزاد محمدی 26 ساله و عضو پیشین گروه اوانگارد، یک سازمان وابسته به وزارت کارهای داخلی است. پیروان این گروه بیشتر به جانبداری از حکومت و منصبداران و حمله‌های لفظی به ضد مخالفان و منتقدان شهرت دارند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز 28 اکتبر خبر می‌دهد. 28 октябри соли 2008 университет ё донишгоҳи давлатии тоҷикистон ба номи Ленин ба донишгоҳи миллии тоҷикистон тағйири ном кард. ин донишгоҳи калонтарини ҷумҳурӣ соли 1947 бо қарори шӯрои вазирони иттиҳоди шӯравӣ дар шаҳри Душанбе таъсис шуд ва ба муҳимтарин муассисаи олии тарбиятгарии мутахассисон дар соҳаҳои мухталиф табдил шуд. ҳоло ин донишгоҳ 17 факулта дорад ки аз рӯи беш аз 50 ихтисос мутахассис омода мекунад. баъди баҳсу баррасиҳои доғ кумитаи забон рӯзи 28 октябри соли 2018 гуфт рутбаҳои ҳарбии русиро ба тоҷикӣ баргардон карда танҳо вожаи генералро бетағйир гузоштааст. забоншиносони давлатӣ бо такя ба адабиёти таърихӣ гуфтанд ефрейтор радабон, сержанти хурд dastavар, капитан садавар мешавад, вале қарори забоншиносон мавриди ҳайрати низомиёни тарбиятгирифтаи мактаби артиши русии шӯравӣ шуд ки гуфтанд барои истифодаву татбиқи ин истилоҳҳо вақти бештар талаб мешавад.
октябри соли 2018 дар бритониё таҳқиқоти наве ба забони англисӣ бо номи ҳуввият, таърих ва масъалаи миллӣ дар Осиёи Марказӣ нашр шуд ки кори муштараки донишмандони тоҷик Даги Дагиев ва таърихшиноси ғарбӣ Карол Фошер мебошад. баъди интиқоли қудрат дар Осиёи Марказӣ, миллатгароии сиёсӣ ва тағйирот дар Тоҷикистон Узбекистон, ин китоби дуюми Дагиев буд ки ба таҳқиқу шинохти печидагиҳои таърихиву масоили миллии минтақаи Осиёи Марказӣ бахшида шуд. бонки миллӣ қурби асъори хориҷиро барои имрӯз чунин таъин кардааст. бинандагони азиз, ин охирин барномаи навидии бомдодӣ дар ҳафтаи равон буд. ба шумо истироҳати хуб орзумандам. худо нигҳбонатон.